سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 1 سپتامبر همراه شما. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان فرمان داده است قضیه بدرفتاری با عمر باباجانوف ساکن شهر وحدت تحقیق شود که گویا ماموران میلیسا او را برای ریشش بیرحمانه لتو کوب کردند. در بیانیه رسمی وزارت از روز 1 سپتامبر آمده است سنجش عملکرد ماموران میلیسا شروع شد. روز پیشتر از این حدود 100 نفر از ساکنان وحدت به نشان اعتراض از لتو کوب عمر باباجانوف 23 ساله در نزد شفاخانه مرکزی شهر جمع آمدند. خویشاوندانش میگویند شام 28 اوگوست گروه از ماموران میلیسا عمر باباجانوف را با رفیقانش دستگیر کردند و برای ریشی دراز داشتنش او را به حدی زدند که حالا بیهوش و بیاد است. مقامات انتظامی این ادعا را رد میکنند ولی طی چند ماه اخیر گزارش‌ها درباره تراشیدن ریشی دراز جوانان در اداره‌های میلیسا در تاجیکستان زیاد میرسد. یک سازمان حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواست حکم زندان امینҷон گلمورودزاده یک خبرنگار کشور را به اعتبار کند و او را به هیچ تأخیر از زندان آزاد کند. دیدبان حقوق بشر یک سازمان معتبر حامی حقوق که در نیویورک قرارگاه دارد روز 1 سپتامبر گفت با بهانه ساخته‌کاری سند به زندان انداختن امینҷон گلمورودزاده یک تلاش دولت تاجیکستان برای خاموش کردن خبرنگاران مستقل است. به نظر ما حکومت تاجیکستان باید حکم زندان ژورنالیست امینҷон گلمورودزاده را لغو کند و او را بلافاصله آزاد نماید. مرافعه و حکم گلمورودزاده انگیزه های سیاسی دارد. روشن است که مقامات تاجیکستان این قضیه را برای مجازات یک گزارشگر مستقل استفاده کردند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه روز 18 اوگوست امینҷон گلمورودزاده خبرنگار و کارمند مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان را به 2 سال زندان محکوم کرد. امینҷон گلمورودزاده را به آن گناهکار می‌کنند که گویا در سن 7 سالگیش به واسطه پدرش شهادتنامه تقلبی تولد گرفته است. خودش این ادعا را رد می‌کند. در شهر دوشنبه در یک همایش اقتصادی از جمله ҳамкориҳои бонкҳои تاجیکستان با بانک رشد جمهوری مردمی چین بررسی شد. در این همایش که روز 1 سپتامبر تحت عنوان ҳамкориҳои مالیوی و رشد بخش‌های واقعی اقتصادیات صورت گرفت گفتند که امانت بانک یکی از بانک‌های بزرگ دولتی تاجیکستان برای اجرای طرح‌های گوناگون اقتصادی و دادن قرض به صاحبکاران تاجیک از بانک‌های چین 42 میلیون دلار قرض با امتیاز گرفته است و برنامه‌های دیگری کمکی نیز در پیش بودند. پگاه در حضور پرزیدنت کشورمان در پکین سازشنامه در اویدی ساختمان بینای پایزیرزمانی امانت بانک در خیابان مرکزی شهرمان به امضا میرسد به مبلغ 18 میلیون دلار آمریکایی و ما نیت داریم که این چنین در حرکت داریم که باز 20 میلیون دلار آمریکایی برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات کشورمان نیز جلب نماییم. پیشتر از این نشست مقامات تاجیکستان گفتند با بانک ملی چین قراردادی را درباره معامله با اصول سواب به امضا میرسانند که امکان می‌دهد همکاری بانک‌های تاجیکستان با مؤسسه‌های مالی چین زیادتر شود. معاملات تاجیکستان با چین در حال زیاد می‌شود که ارزش سامانی در برابر دلار آمریکایی پایین‌تر آمده است و سرعت رشد اقتصاد کشور سست‌تر می‌شود. در تاجیکستان روز 1 سپتامبر سال تحصیل نو آغاز یافت و حدود 200,000 کودک بار اول به آستانه مکتب قدم نهادند. مقامات تاجیکستان میگویند سال روان در مکتب‌ها 2 میلیون نفر تحصیل میکنند که 4/1 اهالی را تشکیل میدهد. طور معلوم در دبیرستان‌های تاجیکستان روز اول تحصیل با درس صلح شروع می شود ولی امسال در تالارهای دانشگاه‌های کشور سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان در دانشگاه دولتی شهر کولاب را نمایش دادند. امام علی رحمان ضمن سخنرانی پیوستن جوانان تاجیک به صف گروه‌های تندرو را محکوم کرد و از جوانان خواست برای حفظ صلح و ثبات در تاجیکستان تلاش کنند. دانشمندان تاجیک میگویند یک سازمان بین المللی به خاطر سهم منجمان تاجیک در رشد علم نجوم و یا ستاره شناسی یک جرم آسمانی را تاجیکستان نام گذاشتند. فرهاد رحیمی رئیس فرهنگستان علوم روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اتحادیه بین المللی استروفیزیک ها یک سیاره خرد را که در میان سیاره های
مиррриху Муштарӣ جایگیر شده است تاجیکستان نام گذاشتند. با نظرداشت سهم ارزنده عالمان تاجیک در رشد علم جهانی، مخصوصا در رشد علم استروفیزیکا و آموزش جرم‌های کیهانی، اتحاد بین المللی استروفیزیکان سال جاری قرار قبول کردند که این سیاره به نام تاجیکستان نامگذاری کرده شود و در این مورد شهادتنامه رسمی ماه اپریل سال 2015 به امضا رسید. این جرم آسمانی در سال یک بار در اطراف خورشید چرخ میزند و عین زمان منجمان تاجیک به تحقیق خاصیت‌های آن مشغول بودند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.